سلام دوستان. برای اون کلید استارت که گفتین آموزش رو بذار، الان می‌خواستم توضیحات کامل بدم. امیدوارم که برای همتون واضح باشه. فقط بگم که ماشین پرایده و شاید تو ماشین شما سوکتش یه کمی فرق بکنه. من یه سری سیم کشیدم، سیما نکن رفته برای اون پنل دستسازی که هستش. حالا سیما چیه؟ نکن یه سوکت داریم اینجا، رنگش مشکی آبی قرمزه که سیماش. یک تک سوکت داریم که مال استارته. یه دونه سفید مشکی سفید هم داریم که این برق اصلیه، برق ورودی اینجاست. حالا چیکار میکنم؟ این سیما رو همه رو دونه دونه نکن. سوکتش من دستی درست کردم، کشیدم بردم سمت پنل. خب از اونجایی که دست سازه بس این آیتم من تو کامپلت میارمش بیرون که بتونید ببینیش. بخش بالاییشو کدام بیخیال شدم. حالا طرز کارش چجوریه؟ برق اصلی رو آوردم برای وسطی، یعنی تو بخش خنثی حالت وسط. وقتی که اینو میدمش بالا، برق اون میره برای برق، یعنی سوکت پایینی رو هم فعال میکنه. حالا اون چیکار میکنه؟ وقتی که این دوتا سیم یعنی سفید و مشکی رو به هم متصل میکنه، برق پشت آمپر هم وصل میشه. این لامپاش اینجا روشنه. پس این شد اولین مرحله، یعنی میاد واسه سوکت اولش برق از ورودی رو میدم به وسطی و برق دومیش که مشکیه باشه بکنم میدم به دومی. از همون یه خروجی میگیرم برای دگمه دوم، برای وسطش، یعنی حالت خنثی. برق دوم میشه برق کابین. حالا برق کابین کدومه؟ این سوکت دوم رو نگاه کن، دو تا سیم ازش اومده. این جفت سیما برای برق کابینه، مثل فن. من اون دوتا رو با هم متصل کردم به یه سیم آمپر بالا. این سیما نباید آمپرشون پایین باشه. یه سیم آمپر بالا انتخاب میکنی، جفتشو وصل کردم به اینجا.